روزگاری یه عده‌ای ادعا کردن که چند نفری داخل موتورخونه پلاسکو زنده هستن. تماس گرفتن با خانواده‌هاشون. دیشب اطلاع داشتیم تماس دارن، امروز هنوز حالا امیدواریم خیلی زود نجات پیدا کنن. اما یهو فرداش همه چی تکثیر شد و افتاد گردن فضایی. همه در حد اخباری بوده که معمولا در فضای مجازی. یه شب من پیش خودم فکر کردم خیلی زرنگم، گفتم طی یک عملیات خیلی پیچیده برم این کانالی که به سمت موتورخونه زدن رو پیدا کنم. پس بیا اینجا. اما یک دو شب بعدش رئیس اورژانس زنگ میزنه شبکه خبر که تعداد اینتر دیگر رو شناسایی کردن که در حال انتقال بیرون از موتورخانه هستن. اما درست در آخرین روز خاکبرداری پلاسکو یهو سخنگو آتش نشانی اومد گفت که تماس گرفتن زندن. نه هیچی از اونجا پیدا نشد. چون اصلا فضا اونقدر فضایی نبود که جایی باشه 4-5 نفر دیگه اونجا باشن. تو هیچ کس هم از این قضیه خبر نداشت. هیچ کس خبر نداشته. تو موتورخونه 2 نفر اس دادن که ما زنده هستیم. چند نفر پایین زندن. یه ویدیویی دارم که تا حالا منتشرش نکردم. من اگه اینجا رو بزنم و انشالله اینجا نیست. بله اینجا داخل باشه و انشالله سقف اگر سالم باشه چه اینجا رو بزنم چه این پایین باید برسم بهش. اینا دیوارش دور تا زد ما هم 40 ثانیه زدیم اینا این تو باشن از همونجا میرسیم دیگه. اصلا ببین اینجا آوار نیست اینا نمیتونه ریخته شده باشه. این همون موتورخونه‌ایه که احساس میکنن چند نفر توش بودن. اگر واقعا خبری تو موتورخونه بود و یه عده روز اول یه پیامک‌هایی داده بودن میومدید صادقانه میگفتید بله بوده. و اگر همه این آدم ها اشتباه میکردن یه نفر میومد توضیح میداد که این اشتباه اصلا از کجا به وجود اومده. های همه مسئولین دنیا هیچ چیز در طول تاریخ به اندازه صداقت با مردم جواب نداده. دوستتون دارم. خدا نگهدار.